افتخار نماینده جمهوری اسلامی ایران یاسر یاسینی. رسیدیم به فایت بسیار جالب، حساس و نفسگیر. واقعا پیشبینی از این فایت سخت است. این مسابقات به حمایت نامی حاجی صاحب عبدالحمید شریفی، تاجر خیراندیش و ورزشدوش کشور و کنین مسابقات لایف از تلویزیون جهانی اصول بیننده هستیم. برنخست حریف با کارنر آبی در وزن 66 کیلوگرم، قد 1 متر 70 سم، سن 21، در رکاب 6 برد بدون باخت، به نمایندگی از کمپ تمرینی گل از ولایت هرات فرهاد تفوز نظری. مبارز بعدی با کارنر سرخ در وزن 66 کیلوگرم، با قد 1 متر 70 سم، سن 30 و رکاب به 5 برد و 1 باخت، به نمایندگی از کمپ تمرینی یوز فایت کلاب از شهر تهران یاسر یاسین. این فایت سرنده تحلیلگوی صرفی مرکزی دار استاد خواهی دریان بزرگ. در ادامه مسابقات MMA EFC طبقی که شما بیننده هستین، مسابقه با شور و هیجانش ادامه داره و باز هم در گراوند گیم و فایت در راوند اول در دقایق اول رفت باز هم در روی گراوند گیم علاقه بیشتری را دارند فایترهای MMA این دوره EFC که روی زمین بیشتر کار بکنن. فراد روی زمین است و حریفش در گراوند گیم به سر میبره. میخوای استارت شه و ببینیم که موفق میشه که استارت شه. بله استارت شد. یک باقی آکین هایی را میزنه به سر و صورت حریف خود. به 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 فایترها استاده شد. بازم به به حالا فراد برد مسابقه را روی زمین در حالت آفگارد قرار داره و مشتایی را میکوبه به سر صورت حریف خود. حالا سکه برگشت و حالا فراد در حالت آفگارد قرار داره و مشتایی را میکوبه به سر صورت حریف خود.
واقعا شایستگی بالایی داشته این فایتر. از حالت دفاعی برخاست، مشتایی را بر سر و صورت حریف خود کوبان، استرایک کار کرد و حالایی که در گراوند گیم به سر میبره. داورم نزدیک هر دو فایتر شده و چکی که لازم را میکنه. کوچهای یاسر یاسینی را میبینین که تذکرات لازم را میده. دوست داره که ببینیم که چی خواهد شد. حالا تسلیم میشه یا نه؟ تسلیم و تمام سب میشن و تمام. چی فایت هایی را میبینین؟ واقعا فایت بسیار جالبی بود. والا حریف خودم در آغوش میکشه. فایت بسیار جالب و دیدنی بود. فایتی که هم استرایک داشت، هم گراوند گیم و هم راوند اول. یک پیروزی شیرینی را فراد نظری از آن خود کرد. به 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 به، خیلی جالب بود. و کشانامسر رفری مرکزی لیدر استاد کاوه هیدریان بزرگ فایتر متوقف کرد در راوند اول دقیقه سوم. برنده مسابقه است با سبمیشن تکنیکی از قبیل غیرنکچوک فرهاد د سولجر نظری. یاسر جان، تو گفتی که این را شکست میدی و بعدم رفیع الله دلاور را چنین میکنی. درسته. چه قسم شد که بازی تغییر کرد؟ نمیدونم، واقعا بدنم قلف کرد. من اون یاسر نبودم، فقط همین میتونم بگم. یعنی اصلا لحاظ قدرت و اینا سرتر بودم، ولی نمیدونم چرا بدنم قلف کرد. من هیچ چیز ندارم، مبارکش باشه، مشکلی نیست. میخوای بازی ریمچ بندازیم سری بعد. صحیح، من موافق هستم. من وقتی خواستی بیا. حالا جان مبارکت باشه. فرهاد جان، اول به خودت مبارک و تیمت مبارک. یک فایت فوق العاده جالب کردی، حریف سرسختی را آوردی. امروز نشان داده که افتخار افغانستان هستی. احساس و گفتنی چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمام هموطنان. از اولتر عید به تمام شما تبریک میگم و بعد از او این پیروزی من مدیون استاد خود هستم. هر چیزی که دارم از برکت استادم است و این مدال هم تقدیم استاد خود میکنم. ماشاءالله. به خودت مبارک و تیمت مبارک. تشکر. و این پیروزی بزرگ به تمام مردم افغانستان تبریک میگم و تشکری دارم از حاجی صاحب عبدالحمید شریفی که اسپانسری برنامه کردن. خداوند کم نکنه شما و تشکر ازم به شما. زنده باد افغانستان.